نگهبان پارکینگ میگه 12 سال پیش آقایی اومد با شیشه پارک کرد و خیلی خوشحال داشت میرفت سفر. این صحنه رو میگفت که دقیق یادم 12 سال از اون روز گذشت و اون آدم دیگه هیچ وقت برنگشت و متاسفانه از دنیا رفت. ماشینا تو پارکینگ که به چرخید کم نیستن، ماشینایی که مشکل توقیف و اینا ندارن، فقط مالکشون رفته و هیچ وقت نمیدونسته که قراره آخرین سفر عمرشو بره. چی رو میخوری؟ حرص مال دنیا، حرص حرف مردم، این چی گفته اون چی گفته، حرص پست و مقام میخوری، تموم میشه. چشم بزنی اینجا رو میبینی کلا 30 سانت نیست، ته داستان، ته ماجرا میذارنت اینجا این شکلی بخوابی یه عمر تموم. شبش هم دنبال نوشابه زرد و مشکیش میگردن.